سلام بچه ها، چطورین؟ روزتون بخیر باشه. امروز اومدم یه نکته رو بهتون بگم راجع به آبیاری تراریوم. ببینید آبیاری تراریوم مثلا این شیشه رو در نظر بگیرید. حالا این شیشه یه خورده آبیاری سخت‌تره بخاطر اینکه درش این دهنه اینجاش خیلی کوچیکه، ولی خب اسپری آبو به این صورت، حالا چون من اسپری آبم نیست و خونه است یه خورده الان باید به صورت پانتومین براتون توضیح بدم، ولی به این صورت یعنی اینجوری بچرخونیم این تو یه خورده از توی شیشه بره پایین، بعد این وسط ها رو هم بزنیم تا حدی که انقدر از این خاک نمدار بشه، نه حدی که خیلی نه در حدی که خیلی آب بیاد پایین که مثلا خیلی پر بشه، پر آب بشه و کپک بزنه، نه در حدی که مثلا آب فقط روی خزه ها باشه و این خاکش نمدار نشه. اون موقع این خزه ها سریعتر رنگشون به زردی میزنه. این فیتونی ها که همونطور که تو استوریای قبل بهتون گفتم، این فیتونی ها بهشون میگن گیاه قهرکن، یعنی یه ذره تشنشون بشه قهر میکنن، میگن آب میخوام، آب ندی قهر میکنن و سری خودشون رو ول میدن پایین، ولی به محض اینکه بهشون آب بدی دوباره سرحال و وبراق میشن.